حسین همین خودتو بخور. آمین میخوام. آمین بزن. بله. ضد آفتاب مای استفاده میکنم، خیلی چیز خوبیه و خیلی هم ازش راضیم. اینجا خیلی دوست دارم بیام باتون صحبت کنم، ولی زیاد هنوز با دوربین راحت نیستم و شرایطش هم پیدا نکردم که یه جایی تنها باشم و بتونم راحت حرف بزنم. همیشه صدای آقالیامو از اون پشت صحنه میشنوید. به جای برانزر از این رژگونه تیره مای بود و من خریدمش، به جای برانزر استفادهش میکنم. خیلی چیز خوبیه و خیلی کاور بالایی داره و خیلی کم باید ازش استفاده کنم.
اوکی 20000 تومان خریدمش، نه ببخشید چند ماه پیش 20000 تومان خریدمش، همین اینم الان گرون شده 90000 تومان. ولی خیلی چیز خوبیه، یعنی تا ساعت ها نمیذاره رنگ رژت بپره و تا آخر شبم یه ملوی صورتی ملوی رژ داری. و من بدون ریمل ابرو حس میکنم که صورتم خیلی نامرتبه. بعد باشگاه آمدیم اینجا باید یه چیزی کاملا سالم و رژیمی سفارش بدیم. کیک شیر چیز کیک شیر داره دیگه، شیر پروتئین، پنیر داره. لیموناد بخوام اصلا من. آره لیموناد بره چی؟ یه لیموناد بدیم یه قهوه؟ اونجا وای من حواسم بهشون بود. ماهی فرشو دیدی؟ این خواهرم به تو معرفیه. لیموناد با یه اسپرسوی 100 روبوستا تک 70 سی. دستی باشه یا نه دست بوره یخ آواز بیداری هدیه یه پکیج بیزی جا ببینش. چیه جدی؟ هدیه سالگرد ازدواج. نه بابا تو زودتر دادی دیگه، منم چند روز زودتر. دیرتر یا زودتر؟ زودتر 54 تا امروز 20 چندمه؟ بفرمایید باز یواش بزن خواهیجی میکنه قشنگه؟ عالیه دوستش داری؟ چیزی که میخواستم دقیقا سایز 42 ولی تو سایز چنده؟ همون 42 42؟ دیدم کفش بیرونی نداری. مرسی. واقعا چیزی که میخواستم ولی هیچ وقت مرسی هیچ وقت جرات نکردم برم بگیرم. دمت گرم مرسی عزیزم مرسی. قارمونه خداحافظ. کنار اگه منه چون اگه منه سلام برای دست تهیه سس پستو از چت جی پی تی کمک میاله بگیم فکر کنم تند و تیزش که بذاری اضافه می‌کنیم.
آب شیر زد. خیلی خوشمزه است. با شیر امتحان کنید به جای آب و روغن. روغن